با تازه‌ترین اخبار شما را از دفتر مرکزی رادیو آزادی آشنا می‌کنیم. شعله گلخواجه هستم. سلام. در برنامه امروز 17 می این موضوع‌ها را داریم. در حالی که دوشنبه مسئله تروریسم را بررسی می‌کند، رسانه‌های روسی ادعا دارند که مبلغ‌گذاران تاجیکستانی داعش بازداشت شدند. عیب شمال و یک امر تصادف بود. یک کران بوربردار در دوشنبه چپه شد و به منزل چند ساکن بینای بلنداشانه ضرر رساند. Олами топ додестим кран афтасте ки як бурдгами шамол хес ки ами пеши чира бардошт хай ба уруси стрела мегӯянд амира хес бардон қафо зад ки кран айҷо мобайн ами хе рафт тез рафт. از اوپل و تویوتا و چگونه اقدام‌های مقامات تاجیکستان با واردات ماشین و انتخاب رانندگان تاجیک تاثیر گذاشتند. در دوشنبه این لحظه ها کنفرانسی بین‌المللی مربوط به تروریسم با حضور مقاماتی بیش از 50 کشور و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی جریان دارد. امروز در آغاز همایش رئیس جمهوری تاجیکستان سخنرانی کرد و گفت تروریست هیچگاه خودی و بیگانه بودن نمیتواند. امامعلی رحمان به ضرورت دست کشیدن از استفاده معیارهای دوگانه در موقع‌گیری نسبت به سازمان و گروه‌های تروریستی و افراطگرا تاکید کرد. او یادآور شد حالا زیاده از 300 نفر شهروندان خود را که در صف‌های گروه‌های تندگرا قرار داشتند به تاجیکستان بازگرداندند. در آستانه برگزاری کنفرانسی مربوط به تروریسم روز گذشته نیروهای انتظامی روسیه از بازداشت 3 متهم در مبلغ‌گذاری گروهی به نام دولت اسلامی خبر دادند. نوار عملیات کارمندان FSB روسیه و نیروهای صبر که در شهر تور انجام شده است طریق رسانه‌های روسی به نمایش گذاشته شد. در نوار دیده می شود که 3 جوان را نظامیان از رخت خواب نیم عریان برداشته و زولانه در دست میبرند. در اطلاعیه FSB بازداشت شدگان را زادگان آسیای مرکزی نام بردند، ولی بعضی مطبوعات روسیه از جمله وستی رو این 3 نفر را شهروندان تاجیکستان گفتند. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. کران را شمال پراند. صبح دیروز در پی به صدمه یک کران بوربردار در شهر دوشنبه که رخ داد به چند منزل ساکنان بینای استقامتی زیان رسیده است. عکس‌ها و نوار از جای حادثه را کاربران در اختیار رادیو آزادی گذاشتند. امروز مسئولین در صحبت با همکاران ما گفتند که این صدمه یک امر تصادف بود. سرازیر شدن کران بوربرداری ساختمانی در یک انشاءات بنیادشونده شرکت دنیای انور به چند منزل بینای بسیار طبقه نوبنیاد دیگر آسیب رسانده است. اداره کننده کران بوربردار مورد سرزدن حادثه در بلندی بیشتر از 30 متر مشغول کار بوده است. олами топ додестим кран афтасте ки як бурдгами шамол хес ки ами пеши чира бардошт хай ба уруси стрела мегӯянд амира хес бардон қафо зад ки кран айҷо мобайн ами хе рафт тез рафт ҳамин шамол шуда ки дар рӯи манам ҳам кабина оина надорад ҳамин хезад ки ман худам ҳам қапидиму кран то мобайн омад ба хе тоб хурду чӣ кард ҳамин ки боло шикаст омаду болои боми ҳамсоя дазад ки он оҳан қатъ шуд ва омада чида бинои ахиронда дар чӣ руш шуд манг кард. تعدادی از ساکنان بینایی نوبنیاد همسایه که زیر ضربه کران مانده بود از ترس به بیرون برآمدند. ما حالا در آشیانه نهم بینای قرار داریم که دیروز کران ساختمانی به آن برخورد. شاهدان میگویند کران اساساً از همین آشیانه نهم برخورده تا 3 آشیانه دیگر ضرر رسانیده است و اصلا تیره‌های این بنا و طوری میبینید پنجره آن خراب شده است. اصلا در این 3 خانه خوشبختانه آدم زندگی نمیکرده است، اما صاحب یک خانه دیگر که به جای حادثه نزدیک بوده است از ترس حالا میگویند در بیمارخانه است. یک سبب اصلی سرزدن حادثه سرازیر شدن کران ساختمانی شمال سخت گفته می شود. سبب‌های دیگر را مهلت استفاده آن نام میبرند. کران بوربرداری ساختمانی استحصال زمان شوروی بوده است و اکنون از استفاده بیرون شد. کران این کران هم قدر هم دوره شوروی اومده است. این یکی وقتی همه چورا گذشتگی بوده که اسپیتانی دینامیک استاتیستیکی میگن که در علمی همش گذشتگی بوده پاسپورت داره. یگان ما اجرا نمیکنیم که همین حادثه طبیعی. اینا ما هم نمیخوایم. از سنجش یگان یک 6-7 ماه پیشتر بوده. هست وجود. مسئولان شرکت دنیای انور میگویند در پی این حادثه تلفات جانی و یا زخمی نیست، اما جبران مالی را بر عهده میگیرند. قدر ضرری کلان میشه همگی 3 تا تیزه پلاستیک شکستگی ما مصلحت کردیم قطعی صاحب خونه در روزهای نزدیک خدا خواهد
تعمیر کمیتی میگم کم نیست. این حادثه اولین سرازیر شدن کران ساختمانی در ساختمان‌های دوشنبه نیست. قبلا در مرکز دوشنبه نیز یک کران ساختمانی سرازیر شده و روی بام بینای ساختمان افتاده بود. آن زمان نیز حادثه خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت. سالهای اخیر در ساختمان نگهداری بیناها کسب‌ها استفاده می‌شوند که غیر قابل پیش بینی بودند، از جمله کوهنوردان. کاری که در بلندی 30 متر توسط ماشین مخصوص باید اجرا شود، رشید با استفاده از یک بند راحت و بی هراس انجام می‌دهد. حالا در شهر دوشنبه بیناهای بلند آشیانه زیاد است و تکنیک ضروری نیست برای رنگ و بار و یا تعمیر نمی رسد. قبلا بچه ها از ازبکستان آمده با مبلغ کلان این کار را انجام می دادند، بعد به ما مراجعت کردند. رشید ساختمانچی یا تعمیرگر نیست. او یک کوهنورد با تجربه و کسبی است. با رنگ و بار و شستن تیره‌زده در بناهای بلند آشیانه، او برای فتح قله‌های بلند و عملی شدن آرزوهایش شرایط فراهم می‌کند. این کار البته به ما امکان می‌دهد که مبلغ علاوه‌ای داشته باشیم. این مبلغ را ما برای تجهیزات کوهنوردی، پایافزار، لباس، ریسمان، رکزک خریداری می‌کنیم و می‌توانیم به خود اجازه دهیم که به کوه‌های پامیر و یا دیگر سفرها هم داشته باشیم. بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس النوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. بار دیگر یادآور میشوم که این رقم تنها برای قبول نوار و عکس و خبر هاست، نه صحبت. تنها در حالتی که ما از شما مواد دریافت کردیم برای پیدا نمودن تفصیلات با شما تماس میگیریم. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. عجیب است، ماشین استحصال یابونیا یعنی تویوتا که از بازار آمریکا میآید نسبت به اوپل که اصلا ماشین آمریکایی استحصال شده در آلمان است محبوب تر می شود و این هم در تاجیکستان و در بین رانندگان تاجیک. گذشته از این غیر انتظار واردات ماشین‌های سبک‌رو به این کشور امسال زیاد شده است، در حالی که چندی پیش باج گمرکی بالا برده شد. سببش را از عبدالله شورف، شورای اقتصادی میپرسیدیم که همین حالات در استودیوی آزادی حضور دارد. عبدالله، نخست بگو که تا چه حد واردات ماشین افزایش یافته است و مقامات این را به چه عامل وابسته می‌دانند؟ شهلا، واردات ماشین‌های سبک‌رو به تاجیکستان در 4 ماه سال روان به حدود 60% افزوده است. در 4 ماه اول سال جاری به تاجیکستان 5,822,000 عدد نقلیات سبک‌رو وارد کردند که در نسبت به همین دوره خیلی بیشتر است. مثلا سال گذشته 2018 در همین دوره 3600 ماشین تقریبا وارد کرده بودند. بنابر اطلاع فوری خدمات گمرک که دسترسی رادیو آزادی شد، در 3 ماه اول سال جاری با تاجیکستان با مبلغ اندک بیش از 99 میلیون دلار واسطه های نقلیات و قسم های احتیاطی آن وارد شده است. افزایش واردات ماشین در تاجیکستان در حالی است که باج برای ماشین ها از ماه مارس امسال از 5 تا 10% بالا برده شد. قبل از این سال 2018 تاجیکستان واردات ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از 2005 را منع کرده بود و بنابراین صاحبکارانی که به تجارت ماشین مشغول بودند میگفتند هر دو اقدام حکومت در نهایت باعث گران شدن نرخ ماشین های وارداتی به تاجیکستان شده، متناسباً فروش آن هم کم می شود. اما معلوماتی که از آمار رسمی می آید برعکس است. افزایش طلبات و ماشین ها و واردات آن البته دلالت میکند مقامات افزایش دوباره واردات ماشین را به امتیازهای ربط میدهند که حکومت جمهوری برای ماشین های نو داد. قرار حکومت بود و قانون و کودکس در تغییرات وارد شد. مسئله ماشین های نو که وارد کرده میشوند از 10,000 کمتر گوییم که مسافت طی کرده شون باشد، مالیاتی برآورده شون 100 زیاد نباشد و یا امتیازها وارد کرده میشوند. 50% امتیازها تطبیق میگردد همون با مسئله هم انداز ارزشی اضافه شده و هم با باج گمرکی. به همین خاطر همین چیز هوسمند کردی واردات زیاد شود.
عبدالله طور معلوم تاکنون بیشتر ماشین‌های دستی دوم از کشورهای نزدیک بحر بالتیک به تاجیکستان برده می‌شدند و ماشین از همه خوش خرید اوپل بود، اما حالا مثل که طلبات دیگر شده است نه؟ بله شالا شرط تاجیکستان در رابطه با منع واردات ماشین‌های تا سال 2005 مسیر تجارتی آن را نیز عوض کرد. تا سال 2018 اکثرا ماشین‌های دستی دوم از کشورهای اروپا توسط لیتوا و لاتویا به تاجیکستان می آمدند، اما حالا بیشتر ماشین‌های دستی دوم از امریکا به تاجیکستان وارد می شوند. مصاحبان ما از شمار تاجران ماشین میگویند اگر تاکنون در تاجیکستان بیشتر ماشین‌های تمغه اوپل آلمان خریدار زیاد داشت، حالا بیشتر فروش ماشین‌های تویوتا بیشتر شده است. و این هم در شرایطی که اگر خطا نکنم در بازارهای تاجیکستان ماشین‌های دستی دوم اوپل به حساب میانه از 4 تا 5000 دلار و از تویوتا از 10000 دلار بالا نرخ دارند. تشکر عبدالله برای صحبت. با یک دستور وزارت تندرستی فرزانه نعیم و مادر سه طفل مبتلا به بیماری خون برای معالجه فرزندانش همکنون با خون رایگان تامین می شود. این دستور در پی نشر گزارشی رادیو آزادی درباره مشکل فرزانه و بالوروی نرخ خون در یک جلسه با شرکت مسئولین ساحه طب صدا داده است. در صحبت امروزه با رادیو آزادی فرزانه گفت بعد گزارش از مرکز خون با او تماس گرفتند. آنها رقم را یافته و من تلفن کرده آمده مرا از بیمارخانه یافتند و من پیش کودکاتون رفتن دیدن؟ فرزندان هر سه دیدم و خیلی گرفتن از مرکز خون. چی گفتند؟ چی کمک میکنند دیگر؟ خیلی سال همون خون وزن کیلو نمیشه. شما یعنی گروه امتیازناک دا بوده ایده؟ هیچ کس نگفته بود به شما؟ فرزانه نعیم و ساکن شهر سو روز 13 می در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود سه دختر خردسالش از بیماری لخشوی خون اذیت میکشند. به گفته فرزانه پس از هر خونروی که گاه تا دیر ادامه میکند به فرزندان او باید خون داده شود، اما به دلیل تنگدستی او نمیتوانسته از سری وقت به دکتر مراجعت کند و خون بخرد. صراف بقرب شد ولی دلار نه. پس از بسته شدن صرافی‌ها که بانک ملی تاجیکستان در بالا رفتن قرب اسعار آنها را متهم می‌دانست، دگرگونی مثبت در بازار اسعار رخ نداد. برعکس قرب دلار تا رفت بالا رفته بازار سیاهی تبادل اسعار خارجی پیدا شده است. بر علاوه دلار کمچین گشت و کارافتادگان سرگردان. ادامه را در گزارش زرانگیز نوروشو و برادیو صوفی تماشا می‌کنیم. بعد از ظهر در تقریباً همین ساعت‌ها در نزد نقطه‌های تبادل اسعار تشکیلات‌های قرضی و بانک‌های دوشنبه کسی به نظر نمی‌رسد، چون در این وقت و ساعت دریافت دلار در این نقطه‌ها غیر امکان است. ولی صبح بر وقت حتی از ساعت‌های 2 شب مردم در این نقطه‌ها نوبت می‌پویند تا برای خود دلار بخرند. تاجران میگویند برای از خارج وارد کردن محصولات آنها باید روز و ماه‌ها پشت در بانک‌ها نوبت بپایند تا مبلغ کافی برای سفر تجارتی را به دست بیارند. برخی از صاحبکاران با علت محدودیت در دریافت دلار آمریکایی ماه‌ها برای وارد کردن بار به خارج کشور نرفتند و تجارتشان خیلی ضعیف شده است. سبب اصلی کمچین شوی دلار در بانک‌ها را تاجران در زیادشوی فاصله میان قرب رسمی و قرب بازار سیاه می‌دانند. امروز من 22 بودم سیرم نرسید. با اینجا هست یک بانک دیگر اینجا اوچرت میرسید. اینجا هم از سهر سولیم اوچرت هم نرسید برای زاپیس کردن پاگو برای دیگر روز. فقط اینجا پاتنت خطی $200 میداد است. بعد بانکی امانی سری نه. و هر 10 روزی کوری بعد 10 روزی کوری یک مرتبه $200 پاتنت رو به میداد است. 10 نفر ده $100 بی پاتنت رو به میداد است. در حال حاضر به گفته آنها در بازار سیاه $100 آمریکایی بیشتر از 1000 سامانی فروخته می شود، اما قرب رسمی $1 هنوز هم 9 سامانی و 44 درهم باقی مانده است. این است با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری در هفته نو بینندگان عزیز امکان دارید نورو گزارش‌های جالب را از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. خبرهای تازه در وبسایت رادیو آزادی در آدرس www.azadi.org دسترس خواهند بود. همچنین در شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی صفحه‌های مخصوص را دارد که میتونید در اونجا موضوع خوب را پیدا کنید. برایتان استراحت خوب می‌خواهیم و تا ملاقات بعدی در هفته نو خدا نگهدار.